فرهنگ هنر استراوشن آشیانی علم و فرهنگ هنر کی زاری شیر مرزی مردمی والا بهر سرزمین نمونم سیلیاگانی بزرگ یارم زادگاه شیخی برحق شیبلی عالی نظر بزمگاهی عالی نظمی وزیر ادا یارم محفلیست تانی فنا و جوهری اینا مسجدی گنبز کبودو حضرتی شاهی ولی فز بخشد خانه دل را چو خورشیدی سحر کامی دل شیرین کند وصفی دیارم اکبری یارم گویا از خام جا ایران میریزد شکر از خام جا ایران میریزد شکر درود عرض میکنیم دوستانی عزیز و ارجمند. برنامه گنجور است و ما در شهر استراوشن قرار داریم. برنامه ما هم با یک ترانه والا و زیبا در وصف استراوشن باستانی آغاز گردید و اینجا در حلقه هنرمندان محبوب این دیار هستیم و یک برنامه خاص و زیبا رو پیشنهاد شما خواهیم گردانید. مردمی استراوشن برای همگان معلوم است که مردمی هنرپرور هستند، هنرور هستند و در اینجا تمام نوع‌های هنر رشد کرده است. خاصه ژانر مقام در شهر استراوشن موقع خاصه دارد. در اینجا انسمبل شش مقام فعالیت میکند. هنرمندان بسیار هم شناخته هستند که اینجا فعالیت میکنند و شاگردان زیاد دارند که در کشور نیز محبوبیت خاص دارند و عموما در شهر استراوشن یک مکتب خاصی مقام است. اینجا
برای رشد این صنعت، برای رشد صنعت مقام هنرمندان خیلی زیاد سهم گذاشته بودند در تاریخ و تا به امروز همین هنر و همین گنجینه را به نسل‌های نو، به آنهایی که حالا دوام دهنده همین هنر هستند انتقال دادن و همین گونه این چیز ادامه می‌یابد. خب من می‌خواستم یک کمی درباره همون هنرورانی که قبلا در این سرزمین بودند، در این دیار بودند و هنری والای آنها تمام آسیای مرکزی را تسخیر میکرد، کمی قصه کنید. خود از ششمقام این فولکلور خلقی است اصلش، از زمان به زمان دیگر میگذرد. ما میدانیم که عصرهای گذشته و سالهای گذشته و انسامبل ششمقام اگر فقط استرافشان را گوییم، استادان بسیار بزرگ گذشتگی اینجا، من اینجا گدایبای عبداللهیف بودن، پیش از وی اکبر پولاتو بودن، پیش از وی با قادری ها بودن. من بعد از آنها من استادای ما هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان اینجا محکم خرسنده آور است که در صف ما باز یک هنرمندی ممتاز، هنرمندی هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان توشبای محبتوف، بغیر از آنها کمی نه، بغیر از آنها من شاگردان ما مرزا جان بابا نورفکی و راهبری را در عهده دارند، محبت خورشید جان عبدالرحمانوف راهبری بدهی ما هستند. من ممتاز آهنگنواز ها، مطربان بسیار ممتاز که همشون صاحبان کسب خود هستند. من مرزا جان محکم، ظفر جان اینجا، شاه خالق جان، من اینجا من کامل جان، حبیب جان کامل، من اینجا لطف الله جان حافظ، من فرخ جان. ما فخر میکنیم که استراوشان شهر هنر است. یک ترانه خیلی زیبا بود در ابتدای برنامه در وصف شهر استراوشان. خب میخواستم راجع به این ترانه برای ما قصه کنید. این سرود آهنگ از کلاسیکه، از مقام است، چهارگاهی چهار است. این شعر ولی جان اکبری که بسیار یک فلسفی بلند دارن، من استادا میدانم. همین شعر مقبول شد درباره استراوشان آشیانه علم و فرهنگ و هنر است. آخه کشزار شعر مردمی والا گذر، زادگاه شیخ برحق، شبلی عالی نظر، بزمگاه عالی و نظم وضیحی و ادا جوهری، همه تاریخی بزرگان استراوشان را در نظر دارد. من در آهنگ چهارگاهی چهار همین را همین امکان دارد که مثلا هر غزل رو مثلا وابسته به وزنش در همون آهنگ‌های مقام جا کرده، به وزن و قافیه شعر نگاه کرده، به همون مناسب کرده آهنگ‌های کلاسیک رو گرفته آهنگ کردن ممکن است. شعرهای معاصر، شعرهای بقوت، شعرهای درباره تاجیکستان، درباره پیشوای ملت، درباره تاجیکستان عزیز ما، درباره بزرگان کردن ممکن است. شما یاد دارید از اون بزم‌هایی که قبلا میشد، مثلا بزم‌های مقامخوانی که سالهای جوانی شما و نورسی شما در استراوشان بسیار بزرگان صنعتکارای بزرگ گذشتگی من میخوندن. همین بعضی سرودهایی که ما از استادان آموختیم. ششمقام البته گفتم که از یک کس، البته این صنعت بسیار مشکل است. این به استاد از خود کردن ممکن نیست. تشکر زیاد. باز چی دستاویزی دارد که پیشنهاد بیننده ما میگردانید؟ پیشنهاد ما بسیار من یکی از حافظ ممتاز ما، من لطف الله جان حاجی مرادوف یک سرودی نغز، سرودی بهترین نشان را سهم ما تماشابینان میگردانند. گلشنی جمال استی، این شیرن گلرخسار است، گلشنی جمال استی، این چقدر رفتار است، غایتی کمال استی، این چقدر رفتار است، غایتی کمال استی.
پیش روی تابانه جلوه تجلی چیست آفتاب و ماه از آن پرتوی هلال استیم آفتاب و ماه از آن پرتوی هلال استیم دهانی می نوشم نیست بونو چرا نیست با دهانی می نوشم نیست بونو چرا نیست چشمه حیات از آن ساغری صفال استیم چشمه حیات از آن ساغری صفال استیم میکنی گهی سینا میکنی گهی دشنا شیشه شراب از آن شربتی وصال استی وایا از زمین چی می جویی و از فلک چی می خواهی از زمین چی می جویی و از فلک چی می خواهی گنبدی طلسم از آن چادری خیال استی گنبدی طلسم از آن چادری خیال استی وایا تشکر زیاد خیلی زیبا بود و در همین سرود بیشتر مثلا ساز رباب موقع خاص داشت و رباب به قربی در روی خط غیر مادی یونسکو از جانب تاجیکستان، ازبکستان و افغانستان پیشنهاد گردید وارد شد و یک ساز بسیار هم زیبا است، یک سازی است که صدای خاص دارد. شما از کی با این ساز مثلا آشنا شدید و کی به نواختن ساز رباب شروع کردید؟ از سال 1977 ما وقتی که برادران شاه سلیم و تاجبوی محبت فو میگفتند برادرم تور آوردن بعد من به یگان صدای موسیقی نیست بعد همین سال 77 یک رباب خانه هست که رباب قشقری میگوییم مخصوص آوردن که ما دو نفر با تور و رباب هم‌آوازی کردیم بعد ثبت رادیو تلویزیون رفتیم بسیاری سرودها با انسامبل دریای سراری و مبارک شاه جمعیف بودن انما رباب و تور جور آوازی از همون دوره تا امروز رباب طرز نواختن شما من کار با رباب رو از کی آموخته؟ از برادر از شاه سلیم محبتوف سخت نبود آموختنش؟ 5 تار دارد اصلا 5 تار دارد سخت نیست لیکن وقتی که ما هیئت کرجوک فعالیت بودیم الکی وزنینی میکرد دیدیم که اسباب الکی سال 77 بعد از رباب کسبی شده اومد ایجاد کردن خودی آهنگ هم با رباب آسان سبکتر نظر دیگر از پاپوی موسیقی تار گرفته ایجاد کنم گید با طور رباب آهنگ به درجه سر می شود تا آخر برده نمیتوانید سحرش یک سحری عجیب وقتی که رباب میگیرید و کتاب ماندید و از کتاب اول شعر انتخاب کردید آهنگ برای وای تیار کردن رباب گرفته صدای رباب وقتی که می نوازید خودش الکی یک راهی همون و شعر به موافق آهنگ پیدا میشد که این رباب همین خیلی سبک بهتره. از سرودی که حالا پیشنهاد شد این قصه این سرود چگونه است؟ گلشن جمال اول من از اکبر پولادوف شنیده بودم
یک سن سالشون بسیار سن سال رفتگی، لیکن وقتی که گوش کرده از آدم شنیدیم، همین سرود رو من بسیار دوست داشتم و میخواستم که همین سرود رو کنم. از استاد جوربک نبیف شنیدم، میخواستم همین سرود در روزهای خصوصا ششمقام که روزی خودش رو بود دستگیری پیشوای معظم ملت، ششمقام در تمام دنیا امروز آوازه‌دار شد، جهانگیر شد، روزی خودش رو پیدا کرد. خوشبختانه لطف‌الله جان به شاگردم این سرود میسر شد که از وی نهراسیده هر یک چیز اینا گرفته باید پر را در آمده داخل این سرود به در آمده خوندن. این یک هنر. ها انمی هنر من لطف‌الله به فکرم امروز شهرت لطف‌الله جان با این صورت با نظری چشم تماشابین به زیادتر کرد. و از شما هم چیزی برای ما اجرا میکنید؟ من از سرودهایی که تمام سرود صادرخان حافظ بله. استاد جوربک نبیف خواندن. اول استادامو من اجازت پرستم افرید صفت صادرخان، لیکن بعضی جاش تاوای درجه رفتگیش نید به طور استاد. همین سرود بسیار دوست داشتم و خمس جامعه. دلبری تون فیلی بیداد از فیلی بدی تو داد فریاد در دیت است خاطرم شاد از یاری کهن نمی کنی یاده این پیشه نمبارکت باد ای سرویس من بری قبا پوش کردی تو منی هزین فراموش با غیر پیاله میکنی نوش فریادی کسی نمیکنی گوش پیشی که کنیم از تو فریادم تا بر سری رای تو نشستیم از نیک و بدی جهان برستیم از جامی محبتی تو مستیم با دولتی بندگیت هستیم از خواجگی دو عالم آزادم فراشیره خداست جامی همونی سون رهنماست جامی
سر القی اولیاء جامی مرغی چمنی وفاس جامی در دامی غمو بنا بیافتا واقعا از سرودهای صادق‌خان حافظ انتخاب کرده رو خواندن خیلی جرأت زیاد میخواهد، چون یکی از نابغه‌های صنعت کلاسیکی تاجیک بودند و نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام آسیای مرکزی و تمام آنهایی که بیشتر با همین ژانر مقام سر و کار دارند با مقام مایل دارند از سرودهایشان میخوانند و سرودهای صادق‌خان حافظ در گنجوری فرهنگ ما، در گنجوری شش مقامی ما خیلی زیاد هستند و امروز یک همین مکتب حالا هم ادامه دارد و سرودهای آن را جوانان از خود میکنند، حفظ میکنند و اجرا میسازند. وقتی سال 1977 ما اولین به تلویزیون تاجیکستان همراه برادر رفتیم، قشقشه شوق صادق‌خان استاد نبیف همین سرود رو تیار کرده رفتیم، بعد خواندیم. ای که میپرسی زمان کان ماه را منزل کجاست، ما همه دیوانه ایم اینجا کسی عاقل کجاست. این چیزا دوست داشتیم رفتیم بعد برآمد کردیم. پس از یک هفته با استاد جوربک نبیف در تئاتر پوشکی میگفتن وقت کمال خجندی آخردیم که دیروز تلویزیون جمهوری 2 نفر شما این سرود چقدر مقل شد شما خواندید. استاد بودیم ما وقتی که شما برام همیشه خواندید رو به صادق‌خان که جوربک نبیف زیاد از 12-15 سرودی که صادق‌خان باشه دیگه همین سرود زنده کردن این استاد جوربک نبیف. بسیار از این چیز بهره بردیم و فرید صوت صادق‌خان وقتی که گوش کردیم و شاید همین سرود از خود کرده میتونم استاد دو گرفتیم. شوخ صادق‌خان و یا کرشم زلیخا و یا کرشم زلیخا و شیه دلی ما را شنو ربود که یوسف دلی زلیخا را این صادق‌خانی که مردم دلی دیدش جا شدن و امروز نبیف اینا برای ما زنده کردن من ما کمتر باشدن امروز همیشه سعادت است انداختیم. واقعا نیاز است که این سرودها دوباره زنده شوند، زیادتر اجرا شوند تا از همین سرودهای زیبا، از همین ترانه‌های زیبا دیگران نیز لذت برند. تشکر زیاد. باز چی اجرا می شود؟ یکی از سرودهای علاقه ما یک نظر کنیم اگر استاد شادروان بای محمد نیازوف تمام سرودشون این سرودی مقام است. یک آهنگ میگیرید دیگر آهنگ مانند نیست. یک عجایب بعد غزل انتخاب غزل ها به استاد بسیار اعتبار داده که امروز انمو حسابم مرزا جان وقتی که اکادمی صنعت تمام کرده آمدن و همین سرودهای نیازوف گرفتن در روزهای شش مقام بعضی شاگردا به تقسیم کردن که امروز فرخ جان آفتاب هستم سرودی انم آفتاب است استاد نیازوف روی مقام است این علاقه بهترین برای شما پیشکش می نمایم. مرحبا.
ملائک یا بشر آفتاب است آن پری روح یا ملائک یا بشر قامت است آن یا قیامت یا الف یا نیشکر قامت است آن یا قیامت یا الف یا نیشکر گلگون است آن یا تنی نازک نهاد است یا حریر گلگون است آن یا تنی نازک نهاد است یا حریر آهن است آن یا دلی مهربان است یا حجر آهن است آن یا دلی مهربان است یا حجر باغ فردوس است گل برگرد نهانم یا بهار جان شیرین است خورشیدت نگویم یا قمر گوشگیر یار یا جان در میان آور کشت گوشگیر یار یا جان در میان آور کشت شیر باران است یا تسلیم باید یا حذر آفتاب است آن پری روح یا ملائک یا بشر تشکر زیاد، بسیار زیبا اجرا کردید. عموما در انسمبل شما مثلا نسل جوان هم با حساب پیوست میشه، یعنی دو نسل فعالیت میکنه، یک نسلی که مثلا جوانتر هستن، یک نسلی که مثلا کمتر مثلا
سابقه کاری بیشتر دارن. جوانان رو زیاد جلب میکنید، چگونه هستن اونهایی که در خود همین شهر ایستراوشن استعداد دارن، جوانها، نورسان، خب با انسمبل شما همکاری میکنن؟ خیلی که من استادو در بالا گفته گذاشتم، این ژانری شش مقام ژانری بسیار از شنید و از فعالیتی کار میگیم که بسیار مشکل تر. ما امروز گفته نمیتونیم که ما شش مقام سرودهای شش مقام با پورگی اسود کردیم. یا من شخصا من همراهی هیئت انسمبل از استادا بسیار میآموزیم. من خیلی که استادم اکا تاشبوی محبتوف اکوی اسحاق جان گفته گذاشتن. من امروز یک زیمه وزین امروز در زیمه ما راهبری انسمبل که هستم با دوی استادان پیش از من حبیب جان پاچاکران استادی ما بودن که تا همین روز سرودهای نیاگان گذشتگان حافظانی بزرگی ملتی تاجیک را با ما میراث گذاشته آموزاندن و ما کمی باشدم کار و فعالیت برده ایستادیم. هیئت انسمبل ما 13 نفر. بسیار من شخصا خوشبخت‌ترین که در همین انسمبل کار و فعالیت جوان‌ها چگونه هستند؟ نورسانی که در اینجا من در ناحیه ایستراوشن در شهر داریم ایستراوشن که در آن استاد حبیب جان پاچاکان کار و فعالیت دارن. جوان‌ها بسیار اینجا خواهشمندا زیاد هستند خواهشمندا و انسمبل شما همکاری میکنن. البته همه خب تشکر، زیاد خسته نباشید و سپاس که امروز دعوت ما را قبول کردید و ما را پذیرفته در این شهری بسیار هم زیبا و هنرور. و واقعا از حضور شما، از صحبت با شما، از شنیدن ترانه‌های والای مقام بسیار امروز لذت بردیم و امیدواریم که این برنامه ما برای بیننده نیز پسند آمد. خب در انتها چی پیشنهاد میکنید؟ ساقینامه سفت اوراتپه، ساقینامه اوراتپه ما همراه خورشید جان عبدالرحمنوف اجرا میکنید. این سرود رو اجرا میکنیم. بهترین میشه. تشکر. و دوستان عزیز، همین جا به انتهای برنامه موزه گنجور رسیدیم. امیدوارم میشه که ما این برنامه رو از شهر ایستراوشن تهیه کردیم، پیشنهاد شما ساختیم و در انتها بازم یک ترانه بسیار هم زیبا میشنویم. با شما خیر میگیم. روزگارتون خوش و آسوده باد. قدری دولتی مسلک گل هوس نمیداند، قدری دولتی مسلک گل هوس نمیداند، فیضی صحبتی گل را خار و خس نمیداند، فیضی صحبتی گل را خار و خس نمیداند، چشمی خائنان سوزد این شب باده نوبت، سوی ما نمیپرسد حالی کس نمیداند، سوی ما نمیپرسد حالی کس نمیداند. همنشین تماشاید، همنشین نمیخواهد، همنشینی سوداید، هم نفس نمیداند یاره، تا ایرانی بستان را سیری گلشن ارزانی، تا ایرانی بستان را سیری گلشن ارزانی،
به نوادینی بلبل جز قفس نمیداند به نوادینی بلبل جز قفس نمیداند یاره